در هر حالت باید مسلمان به الله سبحانه و تعالی رجوع کرده و الله سبحانه و تعالی در کارهای خیر خود حتی در عبادت خود مسلمان باید الله را طلب بکنه. حتی نماز میخوای باید الله را طلب بکنی و از الله سبحانه و تعالی بخوای این که توفیق عبادت را به تو بدهد. الله تو را در این نماز تو، الله تو را در این تسبیح تو، الله تو را در این تلاوت و قرآن تو، الله سبحانه و تعالی تو در این توفیق بده و استقامت نصیب بکنه. چون وقتی الله سبحانه و تعالی به صحنه بیاید، الله سبحانه و تعالی به صحنه بیاید و الله سبحانه و تعالی به میدان بیاید، او وقت معجزه اتفاق میافته. و این الله سبحانه و تعالی چی وقت به صحنه میآید؟ وقتی الله در صحنه میآید، وقتی الله در زندگی مسلمان بیاید، در او زندگی مسلمان معجزه اتفاق میافته، زندگی مسلمان ترقی و پیشرفت دینی و دنیوی پیدا میکنه. اما الله سبحانه و تعالی چی وقت به میدان میآید؟ الله چی وقت به صحنه میآید؟ چی وقت به زندگی مسلمان میآید؟ وقتی که الله را صدا بزنه. وقتی که الله را صدا بزنه. به همین سادگی وقتی الله را صدا بزنی، از الله بخواهی، الله در زندگی تو آمده و زندگی تو رونق پیدا کرده و دین و دنیای تو رونق پیدا میکنه. گرگدا کاهل بود، تقصیر صاحب خانه چیست؟ وقتی ما امروز از الله سبحانه و تعالی نمیخواهیم، وقتی ما الله را نه تنها در عباداتمون که هیچ، در نمازهایمون که هیچ بیخی کامل و پوره هستیم، که در زندگی دنیوی خود، در مشکلات‌های زندگی خود، در کار و تجارت و صنعت خود از الله سبحانه و تعالی چیزی نمیخواهیم، چگونه با شکوه داشته باشیم؟ و این معجزه و این نعمت‌های الله سبحانه و تعالی و این داد و ستد الله سبحانه و تعالی چقدر بزرگ باشه در زندگی مسلمان، بستگی به زندگی او مسلمان داره، بستگی به خواهشات او مسلمان داره. تو چگونه یک انسان هستی؟ تو از الله سبحانه و تعالی خواهشات تو از الله چی هست؟ چقدر از الله سبحانه و تعالی خواستی و الله همون قدر زندگی و طاعت میکنه.